تشریح بدیم که چرا حنانه نامیده. حنانه به معنای منحنی، یعنی کمی خم شدن. چون در زمانی که امام علی علیه السلام به شهادت رسید، کربلایی امام علی علیه السلام وقتی که از مسجد میشه کربلایی و نجف انتقال می‌داد جسدش رو، بعد آمدن اینجا، از اینجا عبور میکردن، یک دانه درخت بودن. وقتی که از اینجا عبور میکردن درخت بودن، بعد این درخت در مقابل امام علی علیه السلام جسد امیرالمومنین علیه السلام خم میشه. به خاطر از اینجا مسجد چی میکنه؟ مسجد میسازه و مسجد به نام حنانه، یعنی که مسجدی که در اینجا درختی بودن و درخت در مقابل جسد امیرالمومنین علیه السلام خم شده و به احترامش. این از نحوه اسمگذاری این مسجد. دیگر از اینجا جاهایی که بسیار مهمه، اینجا جایی است که وقتی که کاروانی ابا عبدالله حسین را، اسیران کربلا را از کربلا حرکت میده، اینجا میخواد داخل کوفه بکنه، یک شبانه روز اینجا نگهداری میکرده بودن تا این شهر کوفه را مزین بکنه که اینها را به اسم خارجی اینا رو معروف کرده بودن که اینا خارجی ها هستند، بر علیه حکومت یزید خروج کردن. بعد اینجا یک شبانه روز اینا رو متوقف میدن، بعد از یک شبانه روز داخل شهر کوفه میکنن. و دیگر مواردی که هست در اینجا، یک روایت ها مختلفه که سر امام حسین علیه السلام در کجا دفنه. یک روایت های مختلف میگه که در خود کربلا با خود امام حسین علیه السلام با هم دفن شده. یک روایت هست که نه، در اینجا دفن شده، در این مسجد حنانه. اینجا هم میبینید داخل مسجد حنانه یک زیارت هست، میگه که اینجا جایگاهی هست که سر امام حسین علیه السلام اینجا دفن شده. دیگه اینطور یک معلومات بودن دیگه. انشاءالله خدا همگی قبول بگردانه. بر محمد و آل محمد صلوات. داخل مسجد که میشید، 2 رکعت نماز تحیت خوانده میشه، تحیت مسجد، و 2 رکعت نمازی برای امام حسین علیه السلام، 2 رکعت نمازی که ثوابش رو برای امام حسین علیه السلام هدیه بکنید. بعد الان اینجا کمی پیشتر بریم زیارت نامه رو میخوانیم، بعد هر کس بره داخل زیارت بکنه. ولی تیپ نشون سعی کن تا پیش حرم